بریم با هم دیگه اوریگامی ماهی درست کنیم. خب اول یه مربع بردارید، از هر جهت که میتونین تاش کنین. نه باشوخی کردم دیگه، از هر جهت هم نه، از همین جهت هایی که من دارم تا میزنم. یک کم درست کردنش سخته، ولی ما با هم دیگه قدم به قدم. خیلی خب بس دیگه، خیلی حماسی شد. ولی نبینم درست نکنینا، من زحمت کشیدم، یاد گرفتم، درستش کردم برای شما، پس شما هم درستش کنید. شوخی کردم و هر کار عشقتون رو انجام بدید، ولی حداقل نظراتتون رو کامنت کنید. خب وقتی این تاهای اولیه رو زدید بازش کنید، 2 تا لبه کاغذ رو به داخل تا کنید. اینجا یه مثلثی تشکیل میشه که میتونید برای راحتی کار از اون استفاده کنید. بعد کلا لبه کاغذ رو برمیگردونیم سمت داخل که یه مثلثی شکل تیزیش باید این شکلی بیرون بمونه. هر 4 تا طرفش باید همین شکلی بشه. اگه نتونستین درستش کنید تسلیم نشید. اینطوری که توی فیلم نشون میده سخت نیستش واقعیتش. یکم باش بازی کنید اوکی میشه. ای بابا چرا الان تو خراب شدی که؟ هیچی نشد. الان درستش میکنم. بفرما درستش کردم. خب دیگه نزدیک آخراشه، تموم شد. بفرمایین فرفرمون. وایسا ببینم، ما که داشتیم ماهی درست میکردیم. هیچ اشکالی نداره، الان با چند تا تای دیگه ماهیش میکنیم. این گوشه رو به سمت داخل تا بزنید و این مثلث رو شوت کنید سمت بیرون کاغذ. این برم همین شکلی درست کنید. این میشه دم ماهیتون و برای حرکت آخر 2 تا تای دیگه هم میزنیم و تمام. ماهیمون درست شد. من یه ماهی دیگه هم درست کردم که یه مقدار صورتش خیلی خوب نکشیدم، پس روی این یکی فعلا صورت نمیکشم. ممنون که تا اینجا ویدیو با همون بودین. فعلا بای بای.